با عرض خسته نباشید خدمت شما جناب آقای عجب. تو این مدتی که برای ورزش محمد زحمت کشیدین کمال تشکر داریم. آقای عجب یه چند تا سوال داشتم خدمت شما. بفرمایید. چرا توضیح شدید؟ بله. به والیبال گنبد چی شد؟ بله. آیا بعد از اینجا که رفتیم سمتی می‌بینید در جای دیگه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و جامعه ورزش و جوانان شهرستان گنبد کاووس دارم. خب معمولا طبیعتا دوران مدیریت یه روزی شروع میشه یه روزی تمام میشه. دوران مدیریت ما هم در گنبد کاووس امروز با توصیه و پیگیری شخص اول شهرستان و اقدام عاجل مدیر کل ورزش و جوانان شهرستان انجام میشه و از محضر عزیزان ما در جامعه ورزش و جوانان گنبد کاووس مرخص میشیم. خب رسالت کار ما این بود که صادقانه کار کنیم. روزی که خدمت عزیزان رسیدم با جمعی از دوستان در محضر گلزار شهدای گمنام توفیق زیارت قبور شهدای گمنام داشتم و همونجا عهد بستم که کاری کنم که به صلاح و مصلحت ورزش شهرستان، ورزش و جوانان شهرستان باشه و منافع اشخاص رو به منافع ورزش شهرستان ترجیح ندم و رسالت کاریم این بود که سالم کار کنم. خدا رو شاکرم که با یقینا تاییدیه که جامعه ورزشی شهرستان خواهند داشت تلاشمون رو بی بهره نذاشتن، بی نتیجه نذاشتن و توفیقاتی در این راه داشتیم که ماحصل زحمات و همکاری خوب جامعه ورزش و جوانان شهرستان بود. اگر امروز با پیگیری شخص اول شهرستان و اقدام مدیر کل محترم از خدمت عزیزان مرخص میشیم به دلیل این بود که بعضی از انتصابات و انتخابات در جامعه ورزشی رو حق ورزش و جوانان شهرستان میدونستم، حقی بود که قانون و اساسنامه هیئت‌های ورزشی بر عهده ادارات ورزش و جوانان شهرستان قرار داده بود و این حق رو با همکاری رؤسای هیئت‌های استان با همفکری همدیگه انجام داده بودیم و فکر میکنم انتخابایی که انجام شد انتخابایی به صلاح و منفعت ورزش شهرستان بود. تشکر میکنم از همه عزیزانی که با ما همکاری داشتن در این مدت، دیگران رؤسا و نواب رؤسا و اعضای پرتلاش هیئت‌های ورزشی، جامعه ورزشی، مربیان، سرپرستان و اصحاب رسانه‌ای که کمک حال ما بودن. اگر توفیق بود زحمات دوستان بود، ما هم به عنوان کوچکترین شخص در این قسمت خدمت دوستان بودیم. در بحث والیبال خب با پیگیری‌هایی که عزیزانمون داشتن، مدیر کل محترم، نماینده گرانقدر شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی، اسپانسری مهیا شده که انشالله منجر به نتیجه بشه و باز هم گنبد کما فی السابق در لیگ برتر تیم داشته باشه که همونجوری که قبلا هم عرض کردم که لیگ برتر ایران بدون گنبد هیچ لذتی نخواهد داشت. در بحث این که فرمودید آیا بعد از گنبد جای مسئولیت قبول خواهم کرد، طی تماسی که مدیر کل محترم با بنده داشتن، معاون ایشان با بنده داشتن، پیشنهاداتی رو برای ادامه خدمت در مسئولیت‌های در سطح اداره کل داشتن، ولیکن نظرم اینه که من بهتر از گنبد نمیتونم کار کنم. فکر کنم تمام تلاشم رو در گنبد کردم به زعم عزیزان با تاییدیه که دوستان خواهند داد که سالم کار کنم، صادق کار کنم، تلاش کنم، وقت بذارم. من فکر میکنم اگر میانگین بگیریم حداقل روزی 10 ساعت در گنبد وقت گذاشتم، هیچ منتی ندارم، وظیفه‌ام بوده که خدمت کنم. فکر نکنم بهتر از گنبد بتونم کار کنم. من نتیجه خدمت صادقانه و سالمی که در گنبد داشتم و امروز دارم میبینم که با نامهربانی و بیمهری ساعت 8:30 صبح به من اعلام میکنن که یک بعد از ظهر قرار تودیع بشم و این اصلا در شأن گنبد نیست. ما باید حتما یکی دو روز فرصت داشتیم که هم در شأن رئیس جدیدی که دارن تشریف میارن مراسم معرفی برای ایشان بگیریم، هم در شأن خدماتی که داشتیم بنده جلسه‌ای باشه که بتونم تشریح عملکرد داشته باشم. ولی خب قسمت ما هم این بود. مدیر محترم باید یه مقدار تدبیر بیشتری می‌داشت، باید تو این مسئله یه مقدار همراهی بیشتری می‌داشت که ما، چرا که اگر امروز من افتخاری کسب کنم یقینا افتخار ایشان خواهد بود. فکر می‌کنم خوش استقبال و بدرقه بودیم در این زمینه. ان شاءالله که این اتفاق برای دوست و برادر عزیزم که قرار معرفه بشن این اتفاق نیفته. ایشان بتونن بهتر از من و یقینا ایشان نیروی توانمندی هستن، بهتر از من کار خواهند کرد و از جامعه ورزش و جوانان، هیئت‌های محترم، رؤسا و اعضای محترم هیئت‌های ورزشی تقاضا دارم حتما
بهتر از گذشته، پرشورتر، بانشادتر با رئیسی که قرار معرفی بشه حتما همکاری داشته باشن که انشالله ورزش گنبد به اون جایگاه واقعی که میخواد برسه. چرا اگر بخوایم ما خدای نکرده نگاهمون نگاه شخص محور باشه باز ورزش گنبد ضرر میکنه، ما حتما باید شاخص‌ها رو نگاه کنیم. در 25 سال گذشته اگر اشتباه نکنم امروز 7مین رئیسیه که معرفی میشه و حتما برید فکر کنید چرا 5 تا از این رئیسا در دوران یکی از مدیران شهرستان این جابجایی اتفاق افتاد. حتما فکر کنید بیاندیشید که چرا 5 تا از این 70 در دوران مدیریت یکی از عزیزان در شهرستان اتفاق افتاد. پس همش مشکل جامعه ورزشی نبود، مشکل دخالت‌هایی بوده که در حوزه ورزش و جوانان اتفاق میافتاد و من در مقابل این دخالت‌های بیجا ایستادگی کردم و امروز دارم تقاص این ایستادگی رو میدم. ولی خب فکر میکنم سربلند دارم میرم بیرون و اگر امروز تعدادی از این رفتن من خوشحالن، هر جا دیدید که شغال‌ها خوشحالی میکنن بدانید یک شیر مرده.